سلام، به پادکست چارسوی بازار خوش اومدید. تصور کنید صبح زوده یه مشتری بالقوه دنبال یه پاسخ سریع میگرده، اما به جای اینکه عبارتی رو تایپ کنه میگه الکسا یه پلیلیست خوب برای دویدن پخش کن، یا دوربین گوشیش رو روی یه کتونی خفن که تو خیابون دیده میگیره تا بفهمه از کجا میتونه اون کتونی بخره. این صحنه از آینده نیست، بلکه الان هم داره اتفاق میفته. دستیارهای صوتی و ابزارهای جستجوی تصویری تبدیل شدن به بخش از رفتار طبیعی کاربران و برای ما دیجیتال مارکترها یه پیام واضحه: اگه هنوز استراتژی‌های محتوای شما بر اساس سئو سنتی برای جستجوهای تایپی طراحی شده، وقتشه یه قهوه غلیظ نوش جان کنید و وارد دنیای جدید بشید. جستجوی صوتی و تصویری نحوه تعامل مردم با محتوا را عوض کرده. سوالهایی که با صدا میپرسیم معمولاً محاوره‌ای و بلندتر از تایپ هستند، مثل بهترین کافه نزدیک من کجاست یا چطور لکه قهوه را از روی فرش پاک کنم. از طرف دیگه در جستجوی تصویری اصلا واژه‌ای در کار نیست، فقط یه تصویر یا عکس از چیزی که میخوایم. با ظهور جستجوی صوتی و تصویری دیگه دوران کلیدواژه‌های سنتی و محتوای صرفاً متنی به سر اومده. صادقانه بگم، اگه محتوای برند شما برای این نوع جستجوها بهینه‌سازی نشده باشه، عملاً نامرئی هستید. در جستجوی صوتی فقط یه پاسخ داده میشه. اگه اون پاسخ شما نباشید، انگار اصلا وجود ندارید. در جستجوی تصویری محصول شما باید جزو گزینه‌های اولیه باشه، وگرنه تو رقابت بازنده خواهید بود. بیاید یه نگاهی بندازیم به داده‌های واقعی. طبق گزارش هاروارد بیزنس ریویو در سال 2019 بلندگوهای هوشمند سریع‌ترین تکنولوژی مصرفی بعد از گوشی هوشمند بودند و امروز به صورت ماهانه بیش از 40% کاربران اینترنت در آمریکا از دستیارهای صوتی استفاده می‌کنند. از طرف دیگه گوگل لنز در سال 2024 ماهانه بیش از 20 میلیارد جستجوی تصویری ثبت کرده و جالبه بدونید 1/4 جستجوهای تصویری با گوگل لنز نیت خرید دارن. همین آمار نشون میده که این ابزارها نه فقط فانتزی هستند، بلکه کانال واقعی رو به رشد برای خرید و تصمیم گیری مصرف کننده. اما بهینه‌سازی جستجوی صوتی و تصویری یعنی چه؟ بهینه‌سازی جستجوی صوتی یعنی کاری کنید که محتوای شما همون پاسخی باشه که دستیارهای صوتی برای کاربر انتخاب و اعلام میکنن. در عمل یعنی نوشتن محتوا به صورت محاوره‌ای و سوال محور، استفاده از فرمت پرسش و پاسخ، استفاده از کدی که به موتورهای جستجو کمک میکنه راحت‌تر بفهمن محتوای صفحه درباره چیه. مثلا مشخص کنید که یه بخش از سایت سوال و جواب یا برای خوندن با صدای بلند طراحی شده. داشتن صفحات FAQ یا همون سوالات متداول، سرعت بارگذاری بالا، این خیلی مهمه، و حتی ساخت اپلیکیشن های صوتی مثل الکسا اسکیل یا گوگل اکشن. اما بهینه‌سازی جستجوی تصویری اون چیه؟ بهینه‌سازی جستجوی تصویری یعنی آماده سازی تصاویر محصولات به گونه‌ای که درباره جستجوهای بصری توسط گوگل لنز، پینترست لنز یا سایر ابزارها شناسایی و نمایش داده بشن. در عمل یعنی نامگذاری درست فایل ها، نوشتن توضیح کوتاه و واضح برای هر عکس تا موتورهای جستجو و حتی افرادی که عکس رو نمیبینن بفهمن تصویر درباره چیه، بارگذاری تصاویر با کیفیت از زوایای مختلف، درج داده های ساختار یافته برای محصولات و اینکه محتوای خودتون رو توی جاهایی مثل پینترست منتشر کنید، جایی که میشه روی عکس محصولات کلیک کرد و مستقیما وارد صفحه خرید شد. اما این دوتا روش چه شباهت‌هایی به هم دارن؟ در واقع در هر دو روش از هوش مصنوعی کمک میگیرن. جستجوی صوتی صدا و حرفای آدما رو میفهمه. جستجوی تصویری هم چیزهایی که توی عکس هست رو تشخیص میده.
هر دو در موبایل و در لحظه استفاده میشن و هر دوتاشون طوری طراحی شدن که کار رو برای کاربر راحت تر میکنن و وقتشون نمیگیرن. تا اینجا درباره تغییر رفتار کاربران در جستجوهای صوتی و تصویری صحبت کردیم و اینکه چطور برندها باید خودشون رو با این روندهای جدید وفق بدن. اما یه سوال مهم این وسط باقی میمونه: چطور باید با این سرعت تغییر کنار بیایم؟ چطور میتونیم توی دنیایی که الگوریتم‌ها، ابزارها و عادت‌های کاربران مدام در حال تغییر هستن نه تنها عقب نمونیم بلکه پیشرو باشیم؟ اینجاست که این مفهوم کلیدی وارد میشه، مفهومی که خیلی از تیم‌های موفق دنیا اونو به کار گرفتن: بازاریابی چابک یا اجایل مارکتینگ. مفهومی که در پادکست قبلی کامل در مورد اون صحبت کردیم. حالا چطوری با کمک بازاریابی چابک خودمون رو با این تغییرات هماهنگ کنیم؟ اول از همه به جای اینکه صبر کنیم تا سال بعد یه پروژه بزرگ سئو اجرا کنیم، بهتره با تست‌های کوچیک و سریع شروع کنیم. مثلا یه سری پست وبلاگی با عنوانهای سوالی منتشر کنیم، مثل چطور فلان مشکل رو حل کنم. بعدش بررسی کنیم کدومش بیشتر در جستجوهای صوتی بالا میاد و بر اساس اون نسخه بهتر رو پیدا بکنیم. دوم این که تصمیم گیری هامون رو با داده بگیریم، نه با حدس و گمان. میتونیم تست کنیم کدوم نسخه از یه بخش FAQ بیشتر توسط گوگل یا دستیار صوتی خونده میشه، یا کدوم تصویر احتمال بیشتری داره توی گوگل لنز نمایش داده بشه. اینطوریه که خیلی سریع متوجه میشیم چه چیزی واقعا داره کار میکنه. سوم، توی تیم‌های چابک همه با هم کار میکنن: سئو، محتوا، طراحی، حتی توسعه. به جای اینکه یه درخواست ماها توی صف بمونه، توی یه اسپرینت مشترک همه با هم ساختاردهی، تک‌گذاری و تست اجرا میشن. یعنی سرعت، هماهنگی و نتیجه ملموس. و چهارم، تغییر رو با آغوش باز میپذیرن. فرض کنید فردا گوگل یه API جدید برای جستجوی تصویری معرفی کنه. یه تیم سنتی احتمالاً میگه باشه، برای سال بعد برنامه‌ریزی میکنیم. ولی یه تیم چابک توی همون اسپرینت بعدی شروع میکنه به اجرا و تست. یعنی جلو بودن از رقبا، نه فقط همپای اونا بودن. این API مخفف Application Programming Interface، ولی نگران اسمش نباشی، ساده تر از این حرف هست. API مثل یه منوی رستوران برای برنامه نویس هست. فرض کنید رفتید رستوران، شما منو رو نگاه میکنید و انتخاب میکنید چی بخورید. لازم نیست بدونید تو آشپزخونه دقیقاً چه اتفاقی میفته یا غذا چطور پخته میشه. فقط سفارش میدید و غذا رو تحویل میگیرید. API هم همینه. در واقع یه راه ارتباطی بین دو تا نرم افزار یا سیستم مختلفه. برنامه‌ها از طریق API میتونن با هم صحبت کنن و اطلاعات رو رد و بدل کنن بدون اینکه وارد جزئیات فنی بشن. یه مثال سادهش چیه؟ وقتی توی یه اپلیکیشن هواشناسی وضعیت آب و هوای امروز رو میبینید، اون اپ از یه API استفاده میکنه تا اطلاعات هواشناسی رو از یه سایت دیگه مثل weather.com بگیره. حالا بیاید چند تا مثال واقعی ببینیم از برندهایی که خیلی خوب تونستن خودشون رو با این دنیای جدید تطبیق بدن و ازشون سود هم ببرن. اینا فقط ایده یا حرف نیستن، واقعا اجراش کردن و نتیجه گرفتن. اولیش پاترون جادوی الکساست. پاترون یه برنامه معروف تکیلاست. این برند یه قابلیت به اسم اسک پاترون برای دستگاه‌های آمازون الکسا طراحی کرده. شما فقط میگید الکسا از پاترون یه دستور مارگاریتا بپرس و الکسا براتون طرز تهیه نوشیدنی رو با تکیلای پاترون میخونه. نکته جالبش اینه که کاربر حس میکرد یه دستگاه شخصی داره، ولی پشت صحنه برند پاترون داشت خودش رو با یه تجربه مفید و هوشمند جا مینداخت. نه تبلیغ مستقیم، نه شعار، فقط یه خدمت مفید که برند رو توی ذهن میشونه. برند بعدی تارگته که با پینترست همکاری کرد. تارگت یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره آمریکاست. اون یه حرکت خلاقانه زدن.
با پینترست همکاری کردن و امکان جستجوی تصویری با پینترست لنز رو تو اپلیکیشن خودشون گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یه لامپ یا کوله پشتی خوشگل تو خیابون دیدی، ازش عکس میگرفتی و اپ تارگت میگفت جنس مشابهش تو فروشگاهشون هست یا نه. یه جورایی وقتی الهام گرفتی، خرید رو هم بلا فاصله برات ممکن میکرد. این یعنی اتصال بین حس خواستن و امکان خرید بدون نیاز به تایپ کردن حتی یک کلمه. سفورا مورد بعدی که اومد تطبیق رنگ با یه عکس رو روش کار کرد. سفورا برند معروف لوازم آرایش تو اپ خودش یه ابزار تصویری ساخت به اسم ویرچوال آرتیست. کاری که میکرد این بود کاربر یه عکس آپلود میکرد، مثلا از آرایش یه بازیگر یا یه رنگ خاص، و اپ بهش میگفت چه رژ لب یا سایه‌ای تو فروشگاه سفورا شبیه اون رنگ هست. حتی میتونستید اون محصولات رو با واقعیت افزوده یا AR قبل از خرید روی صورت خودتون تست کنید. این یعنی ترکیب تکنولوژی با تجربه خرید. هم سرگرم کننده بود، هم باعث شد آدم‌ها راحت‌تر تصمیم بگیرن و خرید بکنن. همه این برندها یه کارو خیلی خوب انجام دادن. به جای اینکه منتظر بمونن تا مردم پیداشون کنن، رفتن سراغ جایی که مردم دنبال راحتی، سرعت یا الهام بودن و اونجا خودی نشون دادن. چه با صدا چه با تصویر فرقی نمیکنه. ما در واقع توی نقطه عطف قرار داریم. همونطور که موبایل محور شدن وب طراحی واکنشگرا رو ضروری کرد، حالا صوت و تصویر داره قواعد جدیدی برای دیده شدن تعیین میکنه. پرسش اینه، وقتی کاربر یه سوال میپرسه، پاسخ شماست که خونده میشه؟ وقتی از محصولی عکس میگیره، برند شماست که بالا میاد؟ به جای وحشت از تغییر، با آغوش و ذهن باز به استقبالش برید. چابک بمونید، آزمایش کنید، از داده ها یاد بگیرید و تجربه کاربر رو اولویت قرار بدید. همین هفته یه تغییر کوچیک اجرا کنید. مثلا یه سوال پرجستجو رو به محتوای سایتتون اضافه کنید یا توضیحات چند تا عکس محصول رو اصلاح کنید. همین کارهای کوچیکه که در بلند مدت تفاوت بزرگ میسازه. این بود اپیزودی از چارسوی بازار با من، محسن کفاش. تا اپیزود بعدی دیده بشید، نه فقط در گوگل تایپی بلکه در صدای مخاطب و تصویر ذهنشون.